سلام دوستان، خوش اومدید ویدیو جدید. من از کانال میسی وست. این ویدیو آموزش فار هست، همونطوری که قولش رو دادن تو ویدیو پارت سوم ماجرا سورایوالم. آسون ترین فارم آهن هست. این هم متریالیه که نیاز داره. اینا بیلدینگ بلاکه، هر بلاکی دوست دارین که ضد آتش باشه، مثلا کابلستون، هرچی بلاک تزیینی، هرچی دوست دارین. مثلا ولی چوب و اینا نباشه. اسلب میخواین، هاپر میخواین، اوکساین میخواین. حالا اوکش فرقی نمیکنه، چوبش فرقی نمیکنه، ساینش فرقی نمیکنه چی بشه. ترپدور میخواین، تورچ میخواین، بوت میخواین، چست میخواین و همینا، به اضافه یک شاول و 3 تا بید با 2 تا واتر، به اضافه 3 تا ویلیجر و یه زامبی. حالا اینا رو بردارم. صدا موس من میاد خب اولین کاری میکنین یه فضای 6x7. اگه بخوام بتونم توضیح بدم 6x7 چطوریه، 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. حالا همینو یه دونه دیگه میریم پایین. بعد میاین یه وسطی رو انتخاب میکنه. حالا من از اینور نه، از اینور که به حساب پهناش بزرگتره، یعنی 7 بلاکه، پهناش بزرگتره، یه طرفش انتخاب میکنی. 3 بلاکی توری حالت 9-3 میکنیم که به حالتی که یه دونه 3 تا چی میگن بلاکی بر باشه، 2 تا هم فاصله بلاک ها این باشه. من یه تایم ست دی بزنم به حالت ایتوری. بعد همینو باید 4 تا بریم پایین. 1 2 3 4. خب وقتی 4 تا کردیم 12 تا بلاک از این سمت، آره از اینجا میکنین. بعد این بالا این وسط میرین 1 2 این شکل در میارین. حالا یه حالت راه پله درست میکنیم برای خودتون. فعلا نه، مطمئن بشید که به حساب یه گرس ورده. حالا ترپدوراتون رو بیارین، یکی ایور یکی ایور، اینطوری باز بشه. این مهمه. این که باز شد شما خب تختاتون رو بر میدارین. حالا هر 3 تا تخت بذارم، مثلا 1 2 3 دیگه. تختا رو نیازی ندارین و بیاین یه دونه اسلب بردارین و بذارین سمت این گوشه فارمتون. یا نه این فارم اینجا حساب نمیشه، بده برای همین ویلیجراتون. و ترپدورتون رو بردارین، آخرین ترپدورتون رو اینو نصف بلاک در نظر گیرین. این نشونه پایین رو بزنین که به این ور را بشه. بعد اینا رو خراب کنید، اینا بذارید بمونن. همین سادگی. حالا کافیه. حالا 3 تا ویلیجر الان بیارین. خب وقتی 3 تا ویلیجرتون آوردین فقط کافیه مطمئن شید یه ترپدور بسته است که خدا نکنه ویلیجرها فرای نکنن. و دیگه مثلا با بوتی با همین
جا و این که مهمترین چیز اینه که بیاین این ترپ دورار وا کنین یا از همونجا فرقی نمیکنه بیاین چی میگن این تورچا رو بذارین رو زمین مابی چیزی اسپان نشه. حالا بعد این بالا وای میسین این وسط رو نگاه میکنین میپرین یه بوتی هم اینجا میذارین دیگه نیازی نیست و اینکه این سخت اینم بپوشونید چون دیگه نیازی افتاده دیگه نیست. برو اوکی. گوشه فارتون در نظر بگیرین حالا چه فرقی میکنه چپ باشی یا راست. این روبروتون نگاه کن چپ باشی یا راست. سدهی بزنم خب چپ باشی یا راست فرقی نمیکنه. حالا من این ور انتخاب میکنم فقط کافیه بیاین 4 تا بلاک رو میکنیم از این طرف هم 2 تا پایین که اینا با همدیگه اتصال پیدا کنن 2 تا چستتون رو بذارید که حالا از این ور بذارید و هاپراتون رو به این وصل کنید و اینجا مطمئن بشین که مثلا میرن داخل نه مطمئن بشین حالا این میره داخل. بعد 3 تا بیلدین بلاک ور میدارین این ترتیب میذارین بالاشون اسلب میذارین که آیرون گولم اسپان نشه. بعد آره همین سمتی که هستین خب اکساینتون رو برمید. آره ساینتون فرقی نمیکنه چیزی باشه چه نوعی باشه. این گوشه 1 اینجا و یکم اینجا. بعد شیفت رو میگیرین میذارین شیفت رو میگیرین میذارین یعنی این اشتباه در میاد. حالا برای که اشتباه پیش نه بلاک بزنین زیرتون شیفت رو بگیرین اینجا رو راست کلیک کنین این میاد اینجا اینم همینطور. حالا فقط کافیه حالا من لاوا بر نداشتم لاوا یه لاوا بر میداریم فرقی میکنه یکی باشه یا 2 تا. حالا من 2 تا میذارم این خودش واسه شیجه حالا دیگه نیازی نیست. و اینکه این 2 طرف گوشی فارمتون آب بذارین که آیرون گولم رو به سمت هاپر هدایت کنه دیگه. از اینجا شما نیاز دارین که از هر طرف 7 تا بلاک برین این ور مثلا 1 2 3 4 5 6 7 از هر طرف فارم 7 طرف 7 تا بلاک فاصله بگیرین. بعد از اینکه هر 4 طرف فرمتون رو به اندازه 7 بلاک شابل کردین به همین شکلی که می‌بینید در آورین راست کلیک کنید شابل میشه. خب صبر بکنید شب بشه تا یه زامبی پیدا کنید. زامبی حالا اسپان اومد حالا ترپدورا رو باز میکنیم منتظر میشین این خود زامبیه بیفته داخل. حالا هم این هی میپره آره مینی پرید خدا خودتون درشو بندین خودش میره علاوه شروع به کار بکنه. بله حتی میبینی خودش میاد میسوزه. حالا ایجان دوست داشتیم یه اسپری سیستم بسازه مثلا گلامانه ازش شروع کنه. خروجی خیلی خوبی هم میده. حالا اینم تا از آیرونگاد معلوم که این ویدیو رو دیدید خیلی آموزش خوبی بود یعنی خوبی بود که کار آمده و لایک و ساب یادتون نره چون انرژی میده.
و تا ویدیو بعدی یا فارم بعدی، خدا نگهدار.